ما عروسی پسر خالمون بوده، این رفته ماشینشو گذاشته این رفته پیش دوستش ساعت 4-5 بعد از ظهر. این دوستا میان ببین سریع در رو باز میکنن و تو 3 سوت این ضبطر رو میبرن. حالا این مهم نیست، ضبطر که برمیدارن میبرن. این بنده خودم زیاد وضع مالیش هم خوب نیست، یه ماشین عروس ساده بنده خدا میذارن میبرن میرن. یه دقیقه من استوب کنم، نمیدونم چی تو سرشون میگذره، یه نیم ساعت بعد برمیگردن. یعنی الان تقریبا نیم ساعت 1 ساعت بعد برمیگردن. بعد یارو میاد ضبطر رو میندازه سر جاشو میره. یعنی دزدم اگر هستی دزدی هم اگر میگه یه ذره معرفت بشه. طرف عروسیش بوده بعد دیگه آقا بنده خدا حالا یه ماشین ساده ای زده گفته آجی هزینه خوردن نداره. آره خدایی واقعا وضعیت یه جوریه که وقت خیلی هوای هم دیگر بشه. گفتن کسایی که حالا دارن میان عروسی میکنن ازدواج میکنن